کسایی که خودشون مثلا در کاندیدات های پرزیدنتی میگذارن، نامزدها، اون نفرها علامتی سوال نیستن برای مردم، بلکه مردم خوب میشناسشون و خدمت کرده هستند در دولت، در خلق، و با همو طبقی همو برنامه هایی که پیشنهاد میکنن یا برنامه های سالم هم هستن. باور بکنین همی کم برنامه دارترینش از همین رحمانوفه که عین حال بگیم که غیر قانونی باز برای بار دیگر چه بگیم که از انتخابات گذراند، از برنامه های همی کده سالم تر هستن برنامه های همین نفرهایی که بگیم در اروپا و در دیگر دولت ها بگیم کم برنامه ترین نفراش. و وجود همین نگاه کنین که همین ها حتی از 60 بالا، از 60% بالا آواز نمیگیرن. حالا اگه بیاین ما و شما فکر بکنیم که چگونه است که یک نفر که ظلم میکنه بالای خلق، یا اینکه یک انتخاباتی که خلق در او اشتراک نمیکنه، یک ظالم در او انتخابات 90% آواز میگرفته است، بگیم که دعوای پرزیدنت بدن میکرده است. البته بار دیگر ذکر میکنیم که انتخابات تجاوز شدگی بود سالهای قبلا و تجاوز شد امسال هم، و برای 7 سال دیگر برای مردم تاجیکستان یک مژده بدبختی آورده انتخابات. اما به نظر شخصا من از اونی که بگیم که پسر رحمانوف میشید یا اینکه یگان لختک دیگر مثل قزاقستان داشتید یگان لختک دیگر میشید، از او 10,000 بار خوب شید که خودی رحمانوف باز دوباره با همو کلای غوثش گردن غوثی کرده آمد با دوباره خچه بگیم که پیروز نشان داد و مجبوری بگیم که چی را ریاست جمهوری را دوباره دهم باره گرفت. ما برای چی میگم که خوب شید؟ برای آن که اگر مثلا یگان نفر دیگر، یگان لختک یا اینکه پسر رحمانوف میشید، مردم برای او بازم 7 سال دیگر یا اینکه با شاید که 14 سال دیگر شانس میدادن و انتظارش میشیدن که شاید که ای خوب بکنه. حالا ای رحمانوف معلوم است به همه که کیه و مردم هم نفرتی بپایان نسبت به رحمانوف دارند و این همی گذرانیدن خودش سبب شد که انشاءالله مردم بازم زیادتر نفرت پیدا بکنن به این رژیم و به همین حزب، به همین حکومت، و اینم انشاءالله که بازم یک شانس دیگر برای برپا شدن انقلاب باشد انشاءالله. خوب، ما فقط در مردم حیران هستم که نکه بچم بسیاری بد بازی کردی، آواز نبرو. در مردم ما حیران هستم که مردم برای چی تا امروز این حکومت تحمل دارن. ببینین من 30 سال حیات دارم، 30 ساله شدم الحمدلله، و اینم سرت بردار بچم، اینم پسر کلانی ما است
ببینید که الکی مردک شده است. زمانی که امام علی رحمان او به سر قدرت آمد، من 3 ساله بودم. من یک 3 ساله کودک بودم که امام علی رحمان او به سر قدرت آمد. حتی اینه پسرم که در عقیب خواه، این پسرم 5 ساله ای. من 3 ساله بودم امام علی رحمان او به سر قدرت آمد. و امروز پسر من، پسر کلانیم، الحمدلله که 9 ساله است. یعنی اگر که من نگم که از زمان تولد من رحمانوف به سر قدرت آمدگی است و در سر قدرت است، ولی من میتونم بگم که فرزند من وقتی که تولد شد الکی نه، بلکه رحمانوف زیاده از 20 سال بود که در سر قدرت بود، یا اینکه تقریبا 20 سال انیخترش، تقریبا 20 سال بود که رحمانوف در سر قدرت بود. بیاین ما و شما مثال میاریم خوراکواری ها را. بهترین طعام مکسیموم 3 روز ایستادگری داره. بهترین طعامی که ما و شما مثلا یا به سبب قیمت بدنش دوستش میداریم یا به سبب با لذت بدنش دوستش میداریم، خلاصه از 3 روز زیاد، چی در بگیم که سردخانه بیسته یا اینکه چی در خلاصه یک جایی که زیاد او را بگیم که نگه داشته بشه، در هر کجایی که بمانش 3 روز زیاد ایستاده نمیتونه. بعد از 3 روز رسوا میشه، بو میگیره، بعد بو میشه، بعد مزه میشه و خوردن او یک بگیم که ضرر رساندن در جانی خودت است. بهترین نعمت خداوند آب است. به همه معلوم است که یگان چیز بدون آب حرکت نمیکنه. از آب وابسته است تمام حیات ها. اما همین آبم وقتی که در یک ظرف بگیرش مدتی زیاد همو بیسته، بو میگیره، بعد بو میشه امران و همه کوشش میکنن که از آبی که ایستادگی است ننوشن. من حیران هستم که برای چی ما مردم تاجیکستان کوشش نمیکنیم که یک نفری که تقریبا 30 سال میشه از سر ما حکومت میکنه، با ظلم حکومت میکنه، او را از بین ببریم. برای چی ما تحمل میکنیم او را؟ برای چی ما برای او باز شانس میگذاریم که بار دیگر یا اینکه 7 سال دیگر بالای سر ما حکومت داشته باشه؟ اینه یا یعنی یک چیزایی هستن که انسان حیران میکنن، یک چیزایی هستن که یک حالتهایی هستن که انسان بگیم که روح شکسته میکنن. یعنی این عملهای خلق شاید باشه مردمی که امید داشته باشن که اینم یک گروه مبارزا خستگی هستن، همی رژیم از بین میبرن. اما ای مردم عزیز تاجیکستان، مطمئن باشین که هر مخالف یا هر گروه یا هر حزب اول درجه امید به شما داره که شما به گپ آنها میکنین و میخیزین در یک جایگی رژیم از بین میبرین. و الا یگان حزب، یگان حرکت، یگان گروه، یگان مخالف این قوت نداره که یک رژیمی که تقریبا 30 سال میشه در سر قدرت است، این رژیم بدون خلق از بین ببره. یعنی اشاره به اون است که مردم اگر شما واقعا میخواهید که نجات پیدا بکنین از این رژیم، اگر شما میخواهید که زیر ظلم همین رژیم قرار نداشته باشین، پس
آزادی شما در دست ختون است. آزادی شما، نجات شما، با شرافت شدن شما، با آبرو شدن شما همش در دست ختون است. و این هم یک مال و متاع نیست که کسی و با پول خریده بتونه و بیاره تقدیم شما بکنه. آزادی بدون قربانی نمیشه و آزادی بدون جان فدایی نمیشه، آزادی بدون مبارزه بردن نمیشه. هر یک دولتی که با آزادی مشرف شد، اونا محنت کردن، اونا زحمت کشیدن، اونا زیر خنجرهای ظالما خودشون قرار دادن و خودشون از ظلم، از بدبختی، از بدنامی آزاد کردن. و ما هم یا اینکه بدبخت باقی میمونیم یا اینکه با وجود قین بدنش، من نمیگم که این کاری آسان است، قین است، دشوار است، خطرناک است. با وجود خطرناک بدنش، با وجود قین بدنش، ما باید انجام بدیم این کار. ما مردم تاجیکستان باید بخیزیم. ما مردم تاجیکستان اگر که نمیخیزیم، همو دشواری، همو بدبختی، همو زیر خنجر قرار گرفتن در هر دی صورت نصیب ما و شما هست. ببینید که ما دوام 27 سال خاموشیم، 27 سالی به جنگی تاجیکستان از 27 سالی جنگ داشتن تاجیکستان هیچ فرقی نداره. برای این چیزا را درک کردن عقل سالم در کاره. برای این چیزا را درک کردن محبت به وطن، محبت به ملت، محبت به مقدسات داشتن. برای این چیزا را درک کردن مسئولیت شناس بدن در کار. برای بدانی که تاجیکستان آزاد نیست، تاجیکستان آباد نیست، تو باید اول عقل سالم داشته باشی. یک شاعر میگه که وقتی که دلتنگی فایدهش چی است آزادی؟ زندگی زندان است وقتی نباشه شادی. آدم اگر غمگین است دنیا براش زندان است، ما بین 100 میلیون بازم تنها میمانه. خلاصه همین یک 4 دیوار یا اینکه 4 عمارتی که برداشته شده است، با آنها خودتان فریب ندید، نگین که تاجیکستان آباد است. ما و شما را وطن مانه در بدلی و آبادی کشیدگی است، میبرند به یک دولت دیگر میفروشند. این همی رژیم امام علی رحمانو. باز از بین همین مردم مظلوم 4 ابله پیدا می شود که برای معرکه تجاوز شدن انتخابات میگذارند که استفاده بشوند، میگذارند که خلق استفاده بشود. من واقعا نمیجا با ویدیو قطعی میگم که این همی 4 نامزده که بدن، همین لختک های خلاصه در بری رحمانوف بدن، همین لختک ها با مثالی اون همون ریزینک هایی که ببخشین گروه بیرن بشه، همون ریزینک هایی که گندان نام دارن کو در کارهای شهوانی استفاده می شوند. از همون گندان ها هیچ فرقی ندارن، یا همون هم در زمانی در کاری میکشن، کار که بوچید میپرتوینش اوس میروه. این هم یارم رحمانوف در زمانی
در کاری کشید، کارش بود کرد، گرفت پرتابشون اتصن. شرمنده شون کرد که یا این قدر به قدرن که هم 1% هم آواز نمیگیرن، 10% آواز نمیگیرن و واقعا به قدر هستن. ما اصلا همی یک چند میکروپرسنتی که همی آواز گرفتگی هستن، این همی لختکا ما همه را اعتراف نمیکنم. من مطمئن هستم که هیچ کس در این آواز دادگی نیست و اگر انتخابات هم شفاف هم که میگذشت در این هیچ که آواز نمیداد. مردم از اونی که در یک لختک، در یک بیاین همون گپ باید باردیه تکرار بکنم، در یک گندان استفاده شدگی آواز بتین، برای اون مردم خوبتر است، اولاتر است که در انمی ظالم آواز بتین. ظالم درسته که ظالم ای، نامرد ای، نکی هر چیزی که هست آشکار ای. همین دشمن ارزندش همون کسی هست که آشکار قتید مبارزه میبره. نکی این کسایی که خیانت، این چنین خیانت برای خودشون اجازت میتین، این چنین خیانت در خلق اجازت میتین، اینا بدتر از همون دشمن هستن. برای همین بگذار این روزها همش در تاریخ بمانند و روزی که مردم به پیروزی مشرف شد، بشناسین اینمی گندانای استفاده شدگی را در یگان کارهای دولتی. اگر نظری من یک ذره بگیم که در پیش کسی قدر داشته باشم، من شخصا هم چون یک شهروند جمهوری تاجیکستان نمیخواهم که از این به بعد اینمی 4 گندانی که در همی چی استفاده شدن در همی انتخابات، همی گندان ها من نمیخوام نه تنها خودشون تا 7 پشتشون در یگان کارهای دولتی قبول کرده نشوند و این چنین هر یک خیانتکاری که در همین رژیم رحمانوف دستگیری میکنه، اونها هم نباید که زمانی که این رژیم از بین رفت اجازه داده بشه که در کارهای دولتی دست بزنن. اینا را اصلا از کارهای دولتی راندن در کار. اینمی در روسیه دپارتات میزنن کو مهاجرای ما را، انم خیلی از کارهای دولتی دپارتات زده بشون یا که یا هیچ وقت در یگان کار دولتی قبول کرده نشون، نه خودشون نه فرزندشون. برای چی؟ برای که خائن 7 پشتش خائن میروه، یا خیانت کردن در خلق، در آواز خلق، در انتخابات خلق، در مال خلق.